شاید یکی از چیزایی که معمولاً استفاده ازش خیلی حال میده سیگار کشیدن باشه. از نظر ذهنی سیگار کشیدن ابزاریه در برابر بی‌حوصلگی. اشتهای شما رو کم میکنه، لحظات بد رو کمتر احساس میکنید و از لحظات خوب بیشتر لذت میبرید. یک سرگرمی اجتماعی محسوب میشه و یه راه خوب برای دوستیابی، چون همیشه سیگاریا همو پیدا میکنن. و اینکه لب‌ها یکی از نقاط حساس بدن ما هستن که قرار دادن چیزی ما بین اونا و تحریک حسی اون از نظر روانی لذت بخشه. بیاین از نزدیکتر بهش نگاه کنیم و ببینیم چرا سیگار کشیدن لذت بخشه. سیگار مخلوطی است از برگ‌های خشک تنباکو با مواد شیمیایی که باعث میشه آرامتر بسوزه و به شما کمک میکنه که بتونین نیکوتین رو بهتر جذب کنین و طعم بهتری هم داشته باشه. دود سیگار 95% از گازهای مانند کربن دی اکسید، کربن مونوکسید، نیتروژن، اکسیژن و بخار آب تشکیل شده. باقی مانده اون ذراتی هستند به اسم قطران که این قطران ها یه منابع جادویی کربونه. موقعی که سیگار میکشید میلیون ها ذره از دهان و حلق و نای عبور میکنن و به آخرین سلول های ریه که آلوئول ها هستن میرسن که اونجا کار تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن بین خون و ریه انجام میشه. این رو هم بگم که ریه مثل یک اسفنج بزرگه و سلول هایی به اسم سیلیا داره که با زائده های موی مانندشون باعث میشن گرد و غبار و باکتری ها نتونن وارد ریه بشن. سیگار کشیدن باعث میشه این سلول ها فلج بشن و ذرات بتونن از اونجا عبور کنن و به عمیق ترین قسمت های ریه برسن. ریه هم که میخواد مقاومت کنه، مخاط اضافی تولید میکنه که باعث سرفه برای کمک به دفع مخاط و تنگی نفس میشه. حالا نیکوتین از ریه وارد خون میشه و چون جریان خون مغز بالاست، سریع خودش رو به مغز میرسونه. اگه مغز شما مثل یک برد کنترل باشه، نیکوتین مثل فشار دادن همه دکمه‌های اون به یک باره میمونه و هورمون‌های آزاد میشن که رو کل بدن تاثیر میذارن. اپینفرین و کورتیزول باعث افزایش ضربان قلب میشن و بدن رو به حالت آماده باش میبرن. دوپامین باعث ایجاد حس شادی میشه و اشتها رو کم میکنه. بتا اندروفین استرس رو کاهش میده. نیکوتین شما رو هیجان زده و آرام میکنه و در عین حال شما هوشیارتر میشین و بهتر میتونین احساسات ناخوشایند رو کنترل کنید. تا اینجا و این همه احساسات عالی، اما بعدش چی؟ مغز بلافاصله سعی میکنه به حالت اول برگرده و در برابر اثرات نیکوتین عقب نشینی کنه. تا نیکوتین درون خون وجود داره مشکل ایجاد نمیکنه، اما وقتی اثرات اون از بین بره شما با یه عدم تعادل عظیم روبرو میشین که مجبورین دوباره سیگار بکشین. بدن هم دوباره با عزم بیشتری سعی میکنه اونو پس بزنه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. و نیکوتین اونقدر اعتیاد آوره، بیشتر از نظر ذهنی، که دیگه بدون اون احساس خوب ندارید. حالا بهش نیاز دارید تا احساس طبیعی داشته باشید. حالا مجبورید سیگار کشیدن رو ادامه بدید. نیکوتین ضربان قلب رو بالا میبره، در عین حال دستور میده تا رگ‌های سراسر بدن منقبض بشن و این یه بار اضافی برای قلب ایجاد میکنه که بهش فشار میاد. همچنین خون کافی به پوست و مو نمیرسه و باعث میشه پوست و موی شما آسیب ببینه و پیرتر به نظر بیاد. یکی از حالتهای بد هم این که سیستم ایمنی بدن در واکنش به ذرات ریز مبارزه با دشمنان نامرئی رو فعال میکنه و اونقدر گسترده میشه که گاهی سلول‌های عضوهای سالم بدن رو هم آسیب میزنه. تقریبا در همه سیگاری‌ها آلوئول‌ها کارایی خودشون رو از دست میدن و فرد به یک تنگی نفس مزمن دچار میشه. نیکوتین یکی از مواد شناخته شده اعتیادآور جهانیه که اگه شروع به مصرف اون کردین تقریبا همیشه باید به مبارزه با اون بپردازین. اعتیاد جسمی اون 3 روزه، ولی اعتیاد روانی اون سخت‌تره، چون ما عادت‌هایی ایجاد می‌کنیم مثل سیگار کشیدن هنگام معاشرت یا ناراحتی که ترک اون رو سخت می‌کنه. آسیبایی که سیگار به شما وارد میکنه رو همه میدون. حالا ممکنه جزئیاتش هم باعث نشه که بخواین اون رو ترک کنید، ولی به این نکته توجه کنید. اتفاقات بدی که به نظر برای سیگاری ها میفته، درگیر شدن بخش زیادی از زندگی با بیماری هایی که سیگار ایجاد میکنه و این باعث میشه علاوه بر طول عمر کیفیت زندگی هم کم بشه. و شاید اینکه اگر سیگار میکشی خودتو جزو کسایی که ممکنه بیماری براشون پیش نیاد ببینی، کار اشتباهیه، چون درصد ابتلا به بیماری ها واقعا بالاست و خطرناکه. پس سعی کن ترک سیگار رو شروع کنی و برای داشتن حال خوب بدون سیگار تلاش کنی که مطمئناً حال خوب عمیق تری رو هم تجربه میکنی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً فراموش نکنید که به کانالمون سابسکرایب کنین و به روند دیده شدن ما کمک کنین.